فلان به چه درد میخوره. شما برای اینکه بفهمید به چه درد میخوره یه سطل آب با یه سطل آب برمیدارید، زمین رو 3 بلاک میکنید. 1 2 3 بلاک شد. حالا شما حواستون باشه این بالا خالی باشه. حالا شما این بلاک پایینی رو لاوا میذارید، بلاک بالایی رو همین پوتن اسپون میذارید، بعدش رو آب میذارید و حالا میبینید یه فواره‌ای که اینجوری شما رو بالا نگه داره. خیلی بلاک جالبیه. حتی میتونه مثلا بلاک هایی که دارین رو بندازید اینجا. این هم اینجوری به پر میکنه. ولی بعد از یه مدتی میفته. مگه اینکه دقیق گذاشته باشی مثل راکت آب من. این از آموزش امروز.